خانواده شهدای فاطمیون آخرین شب قدر را همانند دو شب گذشته در قطعه شهدای فاطمیون بهشت زهرا در جوار عزیزان شهیدشان برگزار کردند. اتباع افغانستانی از کوچک و بزرگ و پیر و جوان آمدند و شهدا را واسطه شفاعت خود کردند. شبی بهتر از هزاران شب که همه با معبود خود خلوت دارند. خدا به حرمت خون شهدا، به حرمت اون شهدا سرنوشت ما رو طور رقم بزنه. انشالله عاقبت به خیر بشیم و عاقبت ما ختم به شهادت بشه. در کنار هم بودیم، اکثر اینا دوستای من بودن. امشب آمدیم کنار اینها، ما از این قافله جا موندیم، بلکم دست ما را بگیرن. خانواده شهدای فاطمیون این شب را در کنار شهیدشان در گلزار شهدای بهشت زهرا سلام الله علیها گذراندند. آمدم پیش عزیزم، پیش عزیز دلم، پیش قلبم. از خدا همیشه می‌خوایم که شهدا همیشه ما رو در دنیا و آخرت شفاعت ما رو کنه. امشب شب عزیزیه، شب قدره. اومدم پیش برادرم تا منو شفاعت کنه، پیش امام حسین و حضرت زینب مورد شفاعت قرار بگیرم تا در مرتبه زندگی من رو کمک کنه. شبی پرفضیلت و پر از مهربانی خداوند. امنیتمون اصلا اومدن میشه همه چیز از شهدا. ان شاءالله که امید داریم خداوند حق این شهدا از ما شفاعت کنه از ما ان شاءالله. به خاطر که شهدا پیش خدا آبرو دارن اومدم که باهاش پیمان ببندم که شفاعت ما رو روز محشر کنن. ازشون فرج مولا و امام زمان رو میخوام که هر چه زودتر انشالله فرجشون نزدیک بشه. شب 23 همه خداوند را به حق مقربان درگاهش قسم دادند و برای فرج مولایمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف دعا کردند. شب قدر است و قدر آن بدانیم، نماز و جوشن و قرآن بخوانیم، به درگاه خدا غفران و توبه به شرطی که سر پیمان بمانیم. امیرحسین خادمی، خبرگزاری صدا و سیما، بهشت زهرا.